بازی درونا رو ببینیم. یه درون شوه که توی داونتاون ونکوور، کوست هاربر، یه درون شو خوبیه، مثل اینکه داره بریم اونجا ببینیم با دوستامون. براتون حتما میگیرم. با اسکای ترین هم میریم که راحت دیگه دنبال جا پارک و اینا نگردیم. نصف شبی بستنی فروشی رو تعطیل بوده بازش کردیم. این جور آدمایی هستیم. عشق میکنیم. بیا. کانکشن های ونکوور.
دستورش رو از یه پیجی دیدم، نمیدونم چی از آب در میاد، ولی گفتم که دیدم همه موادش رو دارم. البته که من شکر ندارم، ما هاسپورت کلمت خونه شکر نداریم، ولی خاک قند سر یک پروژه دیگه گرفته بودم، حالا شاید خوب شه. میپل سیرپ هم دارم، گفتم شاید حالا یه جوری جبران. بقیه چیزاش اوکی. یک پیمانه شکر که من خاک قند رو ترسیدم، یه پیمانه خیلی زیاده، یه ذره همچین سرخالی دارم میریزم. اول تخم مرغ رو شکر و وانیل رو مثل اینکه با هم دیگه مخلوط میکنم. شکر، وانیل، یه اکسترکت وانیل دارم، یعنی چی از آب در داد. اصلا نمیدونم چرا بریزم ولی خیلی گرم کره آب شده با 1/2 پیمانه روغن که من روغن آووکادو میریزم. دارم سعی می‌کنم با سالم‌ترین چیزهایی که هست اینو درست کنم. اینم 100 گرم کره آب شده. من عاشق کرم متاسفانه. آرد و بیکینگ پودر علک شده رو کم کم اضافه می‌کنیم. اینا یه ذره هم بزنم. نصف پیمانه شیر ریختم و 4 تا قاشق غذاخوری قرار ماست بریزم توش. رو زده بود که 180 درجه که فکر کنم 356 فارنهایت میشه. اینم میذارم تو بیک، یعنی روی بیک یه ربعم داغ بشه، مثلا یه ساعتی بعد بذارم که مثلا 45 دقیقه بذارم دیگه، که یه مقدارش رو بریزیم توی ظرف جدا که با پودر کاکائو مخلوطش کنیم. رو خوب ببین. چایی گذاشتم که با علیرضا بزنیم بر بدن. میریم کریسمس پارتی شرکت ما. بعد هفته بعدم کریسمس پارتی شرکت علیرضا است. انقدر پاشنه بلند نمیپوشم، عادت ندارم، یعنی یادم رفته چجوری با پاشنه بلند راه میرم. جدی میگم، مثلا بیگانه شدم با پاشنه بلند و اصلا هم راحت نیستن. یعنی منو ول کنی دوست دارم با گرم کن و کفش ورزشی برم همه جا، خب نمیشه دیگه. دوست دارم این شکلی برم ولی سختم شد. بعد این جشنای کریسمس خیلی حال میده، حالا با اینکه همشون خارجی هن ولی خیلی فانن، خیلی بازیای با مزه میکنن و خیلی سعی میکنن مثلا شب خوبی داشته باشن. واقعا به ما که پارسال خیلی خوش گذشت، امیدوارم امسالم مثل پارسال خوش بگذره. کلی جایزه بهمون بدن، خدا کنه کلی جایزه بگیریم.
جایزه گرون. آره نخواهد گرون که نمیدن ولی حالا هم بازیش که میدوزیدیم کادو رو از همون باحال بود. حالا سعی میکنم که فیلم بگیرم همه رو ولی نمیدونم چقدر جواب بده دوربین و جاش و اینا. تو کانتر فکر کنم اون چیز بتونم بذارم باریستا شاید. حالا بریم ببینیم. اینجا یه رستوران خیلی خوشگلیه که یه خونه خیلی بزرگ قدیمیه کردنش رستوران. یه تاریخچه خفنی داره اینه. خیلی دوست داشتم. غذاهاش هم واقعا خوشمزه است. ما یکی دو بار خودمون اومدیم. الان دومین سالی هم هست که شرکت گرفته اینجا رو. بعد یه کلبه چیزم داره، یعنی ما میریم تو اون کلبه که اجاره میکنن شرکت ها واسه محافل خصوصیشون. محافل پشته تابستونا این بیرون همه میز میچینن. اونجا هم دریاچه هست اگه معلوم باشه که نیست، ولی خب اینم این کلبه‌ایه که شرکت رزرو کرده واسه کریسمس پارتی. And doing okay, I think, in most of them. So it was really successful. I really appreciate everybody's hard work because it. امروزم آماده شدم برم ایونت یلدای دیوان توی شیپیارد نورت ونکوور. سعی کردم که لباسی رو انتخاب بکنم که از طرحهای ایرانی باشه، چون این ایونت اصلا برای همینه، برای که طرحهای ایرانی رو تو هر زمینه‌ای طراحا هنرمندا دور هم جمع بشن و بیزنسشون رو پرزنت بکنن، که خیلی کار قشنگیه واقعا که تیم دیوان همیشه این کار رو انجام میده. خیلی هم کار قشنگی شروع کرده و واقعا بهشون افتخار میکنم، چون یکیشون یکی از دوستای واقعا خوب منه، بهار عزیز، که خیلی هم دوستش دارم. خیلی ایونت های کلا این ایونت های دیوان خیلی خوب بود توی اینجا، یعنی اتفاق خیلی خوبی بود تو ونکوور اتفاق افتاد. و چون که من اولین بار که رفتم ایونت فقط نوروزشون بود که دیدم چقدر دیزاینرهای ایرانی اینجا هستن بغل گوشمون و چه کارهای خوشگلی دارن، هم از لحاظ لباس، طراحی لباس، هم جولری و اکسسوری و این چیزا. خیلی خیلی خوشگل بود و واقعا خوبه که آدم بدونه که همچین چیزایی بغل گوشش هست. معرفی دیگه، معرفی بیزنس هاست و خیلی کار خفنی بود. واقعا خسته نباشید میگم به تیم دیوان از همینجا که کارشون واقعا حرف نداره. خلاصه بریم با هم دیگه ببینیم که اونجا چه خبره. من رسیدم، اومدم پارک کردم و اومدم سیما رو از سیباس دیدم اونجا. یه کافی گرفتیم و گفتیم بریم سمت ایونت. خیلی هم جای مزخرفی وایسادیم، یعنی فکر کنم آره یعنی چیزی نیست. آره یعنی
موجیش هم میاد. آره یه جورایی بدی میاد. آره یه بریم اون بر حالا یه جایی پیدا کنیم بشه کافی رو در آرامش خورد. آره هوا خیلی مشتی. آره خیلی، یعنی اگه راه بری وای نستی یخ نزنی بمیری خوبه. دقیقاً. و اینکه اگه بارونای یهویی نیاد
اومدیم اینجا یه قطار معروفه توی ونکوور که تو این تایم از سال کلی نورانیه و میره لای جنگل، کلی با چراغای خوشگل تزیین شده و چیز باحالیه. تا حالا نرفتیم، خیلی معروفه، بلیطش هم سخت گیر آوردیم ببینیم چجوری ارزشش رو داشت یا نه. کلا 20 دقیقه است. گردنم شکست بابا. Sitting by the fire, feeling oh so fine on this holy night. The Spirit guides us. All the stars they shine on this lovely night. We light up the world, forget our troubles for a moment. And every stranger is a friend, so let them join in. 'Cause when joy fills the air,
this love beyond compare. It's Christmas time. Oh, what a blissful sight. We're singing heartfelt carols in the night. Warm embrace of spirits bright.